بیرق ما عزت ماست، افتخار ماست، غیرت ماست. همیشه در اهتزاز باد بیرق جمهوری اسلامی افغانستان. از اشتراک و سهمگیری مردم با عزت هرات که هزارات تن امروز از بخش‌های مختلف جامعه آمدن در روز تدلیل اشتراک کردن، اظهار سپاسگزاری و تشکر میکنم. بیرق جمهوری اسلامی افغانستان در نقاط مختلف کشور ما هرات در اهتزاز است، در جایی که نیز به زودی به اهتزاز میاد. مخالفین درک کنند، از بیرق سه رنگ افغانستان حمایت کنند، از برافشاستن ای بیرق اطاعت کنند و زیر چتر ای بیرق ملی و سمبل مردم افغانستان است کنار بیایند. امروز به خاطر روز ملی بیرق افغانستان آمدیم و پیام برای شهروندا و برای کسایی که خلاف بیرق افغانستان بالا کردن اینه که ما میتونیم از داشته‌های 20 ساله خود دفاع کنیم. شما نمیتونین با او بیرق یا به همو فعالیتایی که شما میخواین مردم زیر تاثیر خود قرار بدین برای شما نه بگیم و ما مبارزه کنیم. شو ده زموږ زیبا وطن. مورال خودرویی خود را دست بدیم، بلکه باید روز به بهترین شکل این روز تجلیل کنیم تا باشد که به نیروهای امنیتی و دفاعی خود این پیام برسانیم که ما همیشه با شما بودین، هستین، هیچگاه در هیچ سنگر شما تنها نخواهید بود. پژواک خبری اژانس د پیښو ریښتینې هنداره